بزنم تو دهنت چه حسی داره؟ آره جدی میدونی چه حسی داره؟ حسه با پشت دست دادن تو دهن داره. پدر تجربه بسوزه. تو خالی میکنم تو صورت جین. رستوران رو که ببندم، دستگاه دودزا و دیجی هم بگیرم. میخوای وسط راه یه دونه چوبم بگیرم چربش کنم بزنی تو سر من؟ هر کاری خودت صلاح میدونی بکن باب. نگاش کن بچم خولی بیجاش خیلی گوله. باشه، میرم با صابخونه صحبت کنم ببینم کرایه رو میندازه عقب یا نه. عوام حالوده. بله همینطوره. تا حالا اینجا بودی؟ بله. چرا ما تو مه وایسادیم؟ من میخواستم تو رو ببینم، بعد تو گفتی بلند شو بیا اینجا. آره درسته، ایده خوبیه. من عاشق مهم. ببین آقای فیشر، این حرفایی که الان میزنم و دیگه تکرار نمی کنم. باشه، میخواستم یه 2 هفته اجاره ما رو عقب بندازی. من کلی کار دارم باب، چیزی نمیگی برم. یعنی هر جور شده پولتو میخوای دیگه؟ آره؟ نه. تو من عاشق این حس خفگی تو مهم. خیلی خوب، پس من میرم. باب گوش کن، یه دقیقه برگرد بینم نظرت